سلام. امروز ویدیومون درباره مدیریت خشمه. بیایم با هم تو این ویدیو صادق باشیم. مثلا آخرین باری که کنار یه چیز کوچیک منفجر شدی کی بوده؟ یه پیام بوده، یه نگاه بوده، یه جمله بوده. چرا بعضی وقتا حس میکنی کنترل ذهنت و بدنت دست تو نیست؟ اگه همین الان 1% حس میکنی خشم گاهی ازت قوی تره، این ویدیو مخصوص توه. حتما تا آخرش نگاه کن. اما واقعا خشم چیه؟ خشم یه احساس بد نیست، یه هشدار بدنیه. ولی وقتی هشدار خراب باشه، سیستم به خاطر چیزهای کوچیک هم آژیر میکشه. همین الان تو کامنت ها یک کلمه بگو. آخرین چیزی که عصبانیت کرد چی بوده؟ 10 ثانیه وقتت رو نمیگیره. حتما کامنتش کن برام. اما چرا بعضی ها زودتر میپرن؟ 3 علت واقعی داره. 1. مغز شرطی شده، یعنی سالها تحت فشار بوده و مغزت یاد گرفته سریع دفاع کنه. 2. انرژی ذخیره شده است. وقتی خسته‌ای بدنت سریعتر میپره. 3. زخم‌های قدیمیه. بعضی خشم‌ها اصلا خشم نیستن، غصه قدیمیه. کدوم یکی بهت نزدیک داره؟ 1، 2 یا 3؟ اما تست خشم، تست شدت خشم در واقع، به هر کدوم از اینها 1 تا 5 امتیاز بده. 1 یعنی اصلا اذیتم نمیکنه، 5 یعنی منفجر میشم. کسی حرفت رو قطع میکنه، یکی دیر جوابتو میده، ترافیک سنگین، یکی حرف غیر منصفانه میزنه. حالا به این سوالات جواب بده. هر کدوم 0 یا 1. وقتی عصبانی میشی ضربان قلبت بالا میره، داغ میشی یا نفسهای کوتاه میکشی، بدنت میلرزه، فکت قفل میشه، دلت میخواد بری یا بزنی زیر همه چیز. جمع امتیازاتت رو نگه دار، آخر ویدیو نتیجه دقیقش رو میگم. اما لحظه قبل از انفجار توی مغز چه اتفاقی میفته؟ وقتی عصبی میشی یه بخش کوچیکی به اسم آمیگدالا فرمان رو میگیره و منطقه تصمیم گیری مغزت خاموش میشه. برای همین آدم باهوش هم تو عصبانیت رفتار احمقانه نشون میده. اما تمرین عملی شماره 1. این تکنیک مغزت رو از حالت جنگ در میاره. 3 تا مرحله داره. یه 60 ثانیه، یه 30 ثانیه، یه 10 ثانیه. 60 ثانیه توقفه، 30 ثانیه نفس عمیق باید بکشیم 6 الی 4 بار. 10 ثانیه سوال طلاییه، مثلا آیا 6 ماه دیگه این موضوع مهمه یا نه؟ حتما یه تمرین کوچولو با هم انجام بدینش. اما تمرین عملی شماره 2، برگرداندن خون. وقتی عصبی میشی خون از پیشانی به عضلات میره، برای همین نمیتونی فکر کنی. این حرکت خون رو برمیگردونه. یه لیوان آب، 30 ثانیه راه رفتن، نگاه کردن به شنونده، نه مشکل. هر بار عصبانی شدی حداقل 1 مورد از این 3 مورد رو انجام بده. 7 روز تستش کن. تمرین شماره 3، بازنویسی تریگرها. عصبانی شدن از چیزای کوچیک یعنی تریگرها تنظیم نیستن. 3 تریگر اصلیت رو روی کاغذ بنویس، بعد کنارش علتش رو حدس بزن. وقتی جواب نمیده، احساس نادیده شدن، زخم قدیمی، اینا یه نمونه تریگر بودن. اما تست شدت خشم، نتیجه گیریش. اگه امتیازت از 18 بیشتر شد، خشم توی بدن ذخیره میشه. بین 12 تا 18 خشم
واکنشی داره. زیر 12 مدیریت خوبی داری ولی تمرین ها رو ادامه بده. اما تکنیک طلایی، این تکنیک برای وقتیه که میخوای حرفی بزنی که بعداً پشیمون شی. قبل گفتن جمله یک نفس، یک مکث، یک نگاه، بعد انتخاب کن چی بگی، نه اینکه چی حس میکنی. قول میدم همین یک تکنیک زندگی تو تغییر میده. در نهایت تو انتخاب داری، یا هر روز قربانی خشم بشی یا هر روز 1% قوی تر ازش. این ویدیو فقط قدم اول بود. اگه میخوای قسمت دوم تمرین ها رو بسازم، همین الان ساب کن و تو کامنت بنویس آماده‌ام. و در پایان، مدیریت خشم قدرت نیست، آزادیه. آزادی از حرفایی که نباید میزدی، آزادی از کارهایی که نباید میکردی، آزادی از پشیمونی. با ذهنی آگاه‌تر توی ویدیو بعدی منتظرتم.